سلام، خوش اومدید به کانال آفاق تیوی. اینجا دنیای آینده رو کشف می‌کنیم، از فناوری‌های مرموز تا سلاح‌هایی که انگار از دل فیلم‌های علمی تخیلی بیرون اومدن. امروز قرار سراغ یکی از هیجان انگیزترین مفاهیم دنیای تکنولوژی بریم، سلاح‌های پلاسما. واقعاً قرار روزی تفنگ‌هایی داشته باشیم که پرتوهای آبی درخشان شلیک می‌کنن؟ یا این فقط یک خیال پردازی هالیوودیه؟ بیا با هم بررسی کنیم. پلاسما چیه؟ پلاسما رو حالت چهارم ماده میدونن. یعنی بعد از جامد، مایع و گاز، اگه به یک گاز معمولی انرژی خیلی زیادی بدی، الکترون‌هاش از اتم‌ها جدا میشن و ماده به پلاسما تبدیل میشه. پلاسما از یون‌های مثبت و الکترون‌های آزاد تشکیل شده و ویژگی‌های منحصر به فردی داره. رسانه‌های الکتریکی قویه، با میدان مغناطیسی میتونی جهتش رو کنترل کنی، خودش هم میتونه میدان مغناطیسی تولید کنه و معمولاً درخشان و نورانیه. خورشید، ستاره‌ها، رعد و برق، شفق قطبی همه نمونه‌های طبیعی پلاسما هستن. در زمین ما از پلاسما استفاده می‌کنیم. توی جوشکاری، برش فلز، لامپ‌های کم مصرف، راکتورهای هسته‌ای، حتی تو پزشکی، مثلا برای از بین بردن سلول‌های سرطانی یا ترمیم زخم‌ها. سلاح پلاسما چیه و چطور ممکنه عمل کنه؟ ایده اینه: پلاسما به دلیل دمای فوق‌العاده بالا و سرعت زیاد میتونه هدف رو ذوب کنه یا حتی با ایجاد اختلال الکترومغناطیسی سیستم‌های دشمن رو از کار بندازه. اما وقتی بخوای این ایده رو وارد دنیای واقعی کنی، با چالش‌های جدی روبرو میشی. فرق پلاسما با لیزر و اینجا ماجرا جالب میشه. خیلیا پلاسما رو با لیزر اشتباه میگیرن. بیایید ببینیم دقیقاً تفاوتشون چیه. لیزر چیه؟ لیزر مخفف این جمله است: تقویت نور با گسیل القایی تابش، Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. توی لیزر اتم‌ها یا مولکول‌ها رو تحریک می‌کنن تا فوتون تولید کنن. اونم نه هر فوتونی، بلکه فوتون‌های کاملاً همفاز، همجهت و همطول موج. نتیجه یک پرتو نوری بسیار متمرکز و دقیق که انرژی زیادی رو در یک خط باریک حمل می‌کنه. لیزرها همین حالا هم در صنایع، پزشکی و حتی سلاح‌های نظامی استفاده میشن، مثل نابود کردن پهپاد یا کور کردن سنسورهای دشمن. اما پلاسما یه چیز دیگه است. پلاسما خودش یک ماده یونیزه شده است. یعنی برخلاف لیزر که از فوتون نور ساخته شده، پلاسما از ذرات باردار تشکیل شده. حالا نکته جالب اینه که لیزر میتونه پلاسما تولید کنه. اگه یه پرتو لیزر قوی رو به یک گاز بزنی، اون گاز یونیزه میشه و به پلاسما تبدیل میشه. اما این یعنی لیزر خودش یه سلاح پلاسماست؟ نه، دقیقاً. چون در سلاح لیزری انرژی مستقیماً از طریق نور منتقل میشه، در حالی که در سلاح پلاسمایی قرار خود ماده داغ و یونیزه با سرعت بالا به هدف برخورد کنه، یه پرتابه پلاسمایی. چرا ساخت سلاح پلاسما اینقدر سخته؟ پلاسما ناپایداره. به محض خروج از منبع سریع پخش میشه. چون چگالیش کمتره و داغه، معمولاً به سمت بالا حرکت میکنه. برای اینکه تو مسیر بمونه، باید یه میدان مغناطیسی قوی در طول کل مسیر همراهش باشه که تو میدان نبرد امکان پذیر نیست. در فضا چون فشار محیط صفره، پلاسما حتی سریعتر منبسط میشه و تمرکزش رو از دست میده. انرژی مورد نیاز برای تولید و شلیکش بسیار بالاست و در نهایت ممکنه نسبت به سلاح‌های معمولی هیچ مزیت قابل توجهی نداشته باشه. یه پروژه به اسم مارودر تو آمریکا در دهه 90 سعی کرد همچین سلاحی بسازه.
در مقیاس آزمایشگاهی موفق بود پلاسما را به شکل حلقه‌ای چنبره‌ای شلیک می‌کرد. اما در مقیاس نظامی خیلی زود پروژه متوقف شد. موارد مهم کاربردهای پلاسما در فناوری نظامی چیه؟ لیزرهایی که با ایجاد پلاسما در هوا شوک نوری یا صوتی تولید می‌کنند، مثل سلاح‌های ضد شورش. لایه‌های پلاسما در جلوی موشک‌های هیپرسونیک که به صورت طبیعی تشکیل میشن و باعث میشن موشک از دید رادار مخفی بمونه. استفاده در لوله‌های توپ برای کاهش اصطکاک و افزایش سرعت گلوله‌ها با ایجاد پلاسما، یا حتی ایده سپر پلاسما که جلوی دید رادار رو بگیره که البته هنوز عملیاتی نشده. سلاح پلاسما هر چقدر هم رویایی و جذاب باشه، فعلاً با موانع علمی و فنی جدی روبروه. اما این باعث نمیشه علم پلاسما بی‌ارزش باشه. برعکس، توی پزشکی، صنعت، فضا و انرژی داره انقلابی به پا میکنه. شاید روزی برسه که پلاسما واقعاً به سلاح تبدیل بشه، اما اون روز هنوز نرسیده. مرسی که با آفاق تیوی همراه بودی. اگه از این ویدیو خوشت اومد، لایک و سابسکرایب یادت نره و توی کامنت ها بنویس اگه یه سلاح پلاسما داشتی چی کار میکردی؟ تا برنامه بعدی واقعیت رو دنبال کن، چون گاهی از تخیل هم شگفت انگیزتره.